الو سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برادر عزیزم. اکا شرافی نه؟ بله بله برادر جان. ما در پخش مستقیم قرار داریم. بله برادر عزیزم بفرمایید در پخش مستقیم. سازن اکا شرافی دین سلامتی خوبه؟ الحمدلله بفرمایید برادر عزیزم که خیلی وقت دیگر رو نگیرم. خب اکا جون من یک نفر ساکن ناحیه وقت سمیری سعیجان. من همین فقط برنامه شما را تماشا میکنم. برنامه های پخش مستقیم ای خودتا ای محمد اقبال ای مویدین کبیری و ای نمون اکای سالمون ما اکاجو شگرونه خدا ما تینجیم آرام دولت شما برای چی همین میشنوید گفتی گپای همون مردکو رنگ همین زنکوی لبی آب نسبت دولت ملت ما هر گپای قبل میزنیم نسبت آن همون پرزیدنت ما که شگرونه خدا امروز میگن که پادشاه سایه خدا است. از پس پادشاه غیبت کردن میدونه چقدر گناه. شما مرد باشین گفتی همون روسا که موشیک باشین همین خیلی بروین بیاین رو پرو گازنه چی در کار فقط میشنه غیبت میکنه این طریقه ده این طریقه ده شگرونه خدا یک دفعه بریک برادر استاپ. ما خوش میکنم برادر خداتا یک وضع که گوش کنید برادر عزیز. رحمانوف یک نفری است که جنایتکار است و قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان را با یک کاغذ تشناب برابر کردگی است. وقتی در یک کشور قانون نیست قانون کنستیتوسیونیش را یک نفر میاد کاغذ تشناب میکند و ولایت قانون وجود ندارد و دارد به مثل قانون جنگل با شهروندانش مناسبت میکند، شما چگونه میتوانید این نفر را همچون پیشوا بگویید، همچون نمیدانم کفیل صلح گوید، کفیل قانون گوید، کفیل کنستیتوسیون گوید؟ اصلا آن نام های زیبای قشنگی را که برای خودش داده است و خودش را هم قهرمان اعلام کرده است به این آدم نمیزیبد. تماما خاص این آدم نیست. این آدم یک آدم جنگجو از روز اول با خیانت، با قتل و کشتار، با هدفهای اهریمنانش سر قدرت آمده است. ببینید یک مثال عادی، اگر رحمانوف اهریمن نمیشد، قدرتخواه و قدرت طلب نمی بود، 2 دوره اداره میکرد کشور را طبق قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان میرفت از وظیفه. یعنی آمدن رحمانوف از سر به قدرت این هدفهای اهریمنانه رحمانوف بود. یک آدمی اهریمنچه به یک اهریمنی کلان تبدیل داد و تاجیکستان را پره مالکیت خودش دانست و حالا دارد تمام ساختارهای دولت را همچون آرزوهای عملیگردانی خودش گردانده است. حاکمیت، ما در تاجیکستان 3 تا شاخه حاکمیت داریم. هر 3 شاخه حاکمیت را حاکمیت اجرایی، سودی و قانونگذار را چیکار کرده است؟ هر 3 حاکمیت را به یک صفر برابر کرده است. در حاکمیت سودی سودها را خودش تعیین میکند، در پارلمان خودش وکیل ها را تعیین میکند، در حکومت هم رئیس حکومت همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، همزمان رئیس حکومت است. شما از کدام قانونمندی گپ میزنید؟ شما از کدام پیشرفت گپ میزنید که مردم میخواد کمک کند مردم را نمیگذارد کمک کند؟ یک نفر در کشور آبرو اعتبار پیدا میکند، میاد این نفر رو میگیرد میبرد میکشد. مگر شما از همین رحمانوف صحبت میکنید؟ مگر یا شما در یک واکوم در یک دنیای دیگر زندگی دارید با رحمانوف و مردمی که اینجا عذاب میکشند هر روز اذیت میبینند آنها در یک دنیای دیگر؟ اگر گویم که حالا میگوید بهشت است، مردم در دوزخ زندگی دارند، رحمانوف در بهشت. شاید شما تاجیکستان رو با دوزخ تو بهشت جدا کرده باشید، برای خودتان این را بهشت ساختید و برای دیگران دوزخ. چخیلی که یک ژورنالیست میگوید، حالا من نمیخوام با این حرف توجه کنم، میگوید که انسان هایی که در این تاجیکستان زندگی دارند این برابر دوزخ است. اینها دوزخ رو در همین تاجیکستان، یعنی رحمانوف چنان زندگی مردم رو بد کرده است که با دوزخ برابر شده است. خب برادر عزیز از تاجیکستان، من امیدوار هستم که شما همین تماشا کرده یک روز اگر که وجدان داشته باشید، ایمان داشته باشید، انصاف داشته باشید، همین دستتون رو بالای دلتون مانه
همین اگر که انسان باشه دستتون بالای دلتون مونه، همین حقیقت گپ زنید. اگر که بعد از همین دستتون بالای دلتون موندن حقیقت گفتن نتونید، از شما در این دنیا حقیقت گفتن نمیتونید. برادر عزیز برادر شاد یک زنگ از تلویزیون داریم. مرحمت بفرمایید. بفرمایید. الو الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. ما شهروند شهر سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز. ما شهروند شهر لیواکان. بفرمایید برادر لیواکندی. الو بله بله بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. سلام علیکم. اکای شرفدینی. بله. الو اکای شرفدینی. بله بله گفته بگو. ای گوش کن شرفدین، تی یاوز متر گمی برامت تمشو کردیم کو باور کی گپوت خودت میفهمی تمام. یگون گپ اساس نداره. آدمای اروپا ایلوتیم تا آمریکا طرف فارمون تا اگر آدمی خوب میشه دایوسی زن فرزند دایجا کو نه ما داخل شدیم کنه چیزی. یک اگر جوانمرد باشه پیتشنو به حقارت صحبت کنید، من شما قطعی گپ میزنم. اگر جوانمرد باشید به مثل پیشوایتون یک شخص بی تربیه و نمیدونم عاقل پدر باشید، اگر به مثل پیشوایتون یک جنایتکار بیش نباشید، این تربیه پیشوا است، این مکتب پیشوا است. این نفرانی گپ میزنن این درس اینا میگن که پیروان پیشوا پیروان انا همین اخارت و دشنام هستند. شما کدام پیروی پیشوا رو دیدید که یک آدم سالم باشد، یک آدمی واقعا باید منطقی صحبت کند، منطقی گپ زند؟ شما در کجا دیدید هر پیروی پیشوا برآمد از زبانش همین سخنش شنیدید؟ یعنی پیروان پیشوا با این لحن با این طرز صحبت میکنند. پیروی پیشوا نمیتونند آرام و صحبت کنند، منطقی صحبت کنند، بیاین با دلیل صحبت کنند. نمیتونند. من خودم یک دلیلم برای رحمان که از تاجیکستان تمام تجارتم دزدیده شده است، تمام خانواده‌ام تحت فشار آورده هستند، پدرم در امنیت فرخار لط و کوب کرده شد، 1 سال و 6 ماه در بستری بود، بعد از این در نتیجه از دنیا گذشت. باز چی گویم؟ تمام خانواده مرا در بدر رو بیچاره کرده، تمام تجارت های خانواده مرا گرفته، تمام هر چیزی که دارایی ما داشتیم گرفته. باز چی گویم از این نظام برایتون؟ من نمیگویم از دیگران، من آن چیزی که به سر خودم آمده است، آن کار را که در دل و در استخوان من زده. من گاهی بلند صحبت میکنم به خاطری که من نفری هستم که ظلم دیدم، این کار رو من دیدم. من نمیخواهم که این ظلم رو یک نفری از تاجیکستانی ببیند. من نمیخواهم که ضربه و لط و کوب این مقامات ها رو یک تاجیکی ببیند، یک شهروند ما ببیند. من نمیخواهم. اگر من خواهم، من باور کنید زندگی خوب در اروپا و در هر کشور کار کرده میتونم، ولی من میخواهم که ملت من، مردم من، عزیزان من زندگی بهتر دستم نمیاد. وقتی از پای شما کار نمیرود. برای این خاطر این حرفایتون به جا از جای